جانکم خوب هستی؟ یگان چی نشده است؟ در میون اینقدر مردم چیکار کردنی هستی نجیب؟ در اصل شما چیکار کردنی هستی؟ اوه همه گروه جمع شدند. آرزو و عزیزه خانوم با سینان دست به دست. تو چی گفتنی هستی؟ میگویم که دسته را سازمان داده ای. نوربانو جانکم خوب هستی؟ دست دراز بالای دخترم گیر. تو خود چگونه پدر هستی؟ دختری کلان است، هر چیزی که خواهد میکند. تو از دست برداشتن شرم نمیداری؟ تو کی را دست داده ایستاده ای آرزو؟ نجیب سردار عادت کرده است که مردم را با ضربه زدن برا درآورد. نباشد خیلی خوب. اگر شطه خوردن نخواهی از پیشم دور شو. روگر نوربانو میرویم. دادا التماس از روی شما شدن از همه شرمنده شدیم. شرمنده شدن گیریم. این احوالت رو بین. قوه در پای ایستادن نداری. راگرد گفتم راگرد. مرکز از جای واقعه رفیقانمان را به بیمارخانه روان کردیم. نجیب سردار کجاست؟ نمیدانم. چخل میفهمونیم. کلیگوی چخل میفهمونیم. دادا دستم رو سردیه درد یفتم. راگرد در خانه با تو گم میزنم. دادا نادرست فهمیدید، نادرست. ما یگان کاری بدی نکردیم. از خانه گریختی. دو درد را تنها ماندی. به من دروغ گفتی. به زمین عرق نوشیدی و با ناشناس رقص کردی. با نفرانه که هرگز دوستشان ندارم روی یک میز نشستی و باز کاری نکردم میگویی. نوربانو باز چیکار باید انجام دهی؟ تنها داد میزنید، مرا هیچگاه گوش نمیکنید. گوش کنید دادا. کودک را سرده مگر نمیبینی که با تو رفتند نمیخواهد. دختر را سرده میگویم، گپ را نمیفهمی. این رفتار دغلانه است. مرا گوش کن. آرزو هستی کی هستی؟ این دختر عائله دارد و حتی مسئولیت ها دارد. 18 ساله شده است گفته هر خواستش را نمیکند. این چی گپ که خواستش را کردن نمیتواند و تو حسابان میدهد؟ تو خود از کیستی؟ من پدرش میشوم. تو پدرش باشی من بابایش میشوم. بابایی که نبیرش را با عرق عادت میکناند این را بابای بدراه میگوید. کمی با مدنیت شا بی مدنیت. آقای سینان مرا ببخش و بدان که مدنیت از رقص کردن و عرق نوشیدن عبارت نیست. پس مدنیت داد و فیقان برداشتن است مگر؟ یا خدایا گوش کن. میدانم که چی نیت دارید لیکن دخترم را از من گرفتن نمیتوانید. تحفه‌های گران تقدیم کرده مثل دخترهایی که حیاتشان را سیاه کرده اید نمیگردد. فهمیدید مرا عزیز خانم؟ مرا فهمیدی؟ دخترم را دام شما نمیگردانم. پاره از بازی‌های سیاه شما نمیگردد. التماس دادا داد نزنید، همین قدر شرمنده شدیم. دخترم من تو را شرمنده نکرده ایستادم. تو را شرمنده شدن نجات داده ایستادم. این که گپ نزن با من بیا. آخر دادا سینانیست. امروز به نجیب همین قدرش کفایه است. این آدم را میکشم. کشتن برای اون نجات به حساب میرود. دختر رو از دستش میگیریم و از مردن بدتر میگردد. بیو به درون درویم، ما را دیده باز قهرالون نگردد. احوال را ببین. به احوالم چی شده است دادا؟ در پا ایستاده نمیتوانی. بوی غلیظ میکنی. مادرت تو را به این احوال میدی. چی میشد؟ چی میشد؟ استخوان مادرت در قبر سوزش کرد. در قبر بودن مادرم از دغلی شما نیست مگر؟ مانع مرگ میشدید، مانع ترکش میشدید. گوش کن. درد خودم را فکر کردم و تو را فراموش کردم. توپرک چه گپ خبر؟ سردارم تیر پرانه شد. چرا چه شده است؟ گوگخان و نیازی زخمی شدند. آدمون گریختند. بلا سنه. حالا شما در کجایید؟ حاضر در بیمارخانه. فهمم. شد در حال میاییم. گوش کن. نیازی و دیگران زخمی شدند. سر خودت را در بلا ماندی. بالای سر من هم دردهای نابوده را زم میکنی. اشترا راگر سوار شو. رفتیم. کنیم. زنجیرهای خونی بیمار رو میخوام. هر چی که تشخیص کرده گرفته بیارید. همش رو فهمیدم. ای دادا در این نیمه شب چرا با اینجا آمدیم؟ چرا آمدیم؟ برای آن آمدیم که با چشم خود سبب فلاکت رخ داده را ببینی.
خوش آمدی سردارم. خوش باشی. احوال چه است؟ شکر خدا که بد نیست. اکه نیازی از پایش زخمی شد. برای برآوردن تیر با اتاق جراحی درآوردند. احوال گوکم باشد کمی وزنین است. تیر با استخوانش رسیده است. جراحیش کمی طول می‌یابد. خداوند به هر دو شفای عاجل ببخشد. تشکر. اگر مجبور نمی‌شدم و دنبال تو نمی‌دویدم یگان تا این کار نمی‌شد و حتی یک ماشین اسلحه از دست رفت. او خانم نمیدانم با کجا و چرا رفت. خیر نمی اومده دست پسی من. او این همه درست است. عیبی من است نه اینکه عیبی تو. سردارم شما اینجا گناه ندارید. از دستمان آماده را کردیم. از کجا میدونستیم که چنین میشود؟ توپرک بسیار عیب دارم بسیار. ببینید و به شما درس شود. چشمانتان را گشایید. در کار ما وظیفه در صف اول میایستد. حق مردم و تامین امنیت را به دوش داریم. برای همین پیش از عائله و زن و فرزند میایستد. اگر کاری را پیش از وظیفه گذاری عاقبت همین، احوال همین، قاچاق اسلحه، پلیسان زخمین. ای خدای بخشنده، ای خدای بخشنده، ای مهربان. سرداری امنیت میآید. خدا شفا دهد بچه. تشکر سردار. وضعیت چگونه است؟ سردارم هر دو خوف جدی ندارم. چرا بالای سرشون نبودی؟ مگر عملیات را تو راهبری نمیکردی؟ چنین بود اما کاری غیر چشم داشت برآمد. نجیب سردار چگونه کار برآمد؟ یگان کار باید نبراید. کشور در جوش است. فدایی ها ترکیده ایستادند. یک ماشین اسلحه در میدان است. یگان کار باید نبراید. ماشین را چی کرده؟ معلومات را به مرکز خبر دادیم. نظارت دارن و کوشش دارن که جایش را یابند. چرا در این نیمه شب اینجا هستیم؟ بسیار ناراحتم. من که ناراحت شدم همه غمگین می شوند. چی شد؟ حادثه را تو خودت می دانی. میگیت را محکم کردند. دست و پایم بسته شد. ثابت را از دست می دهم و 2 روز می گذرد آدمی نزدیکم را محکم می کنند. دیگر کاری کرده نمی شود. کایمینیگ را دیدم. مردم را با پا خیزانده است. میگوید که دولت قاتل ها را استفاده میکند. من پروایی ندارم که کایمینی کجا را به پا میخیزاند. با آدمانی بالا مصلحت کن. یگیت را باید برارند. این غیر امکان است. او که نباشد من هم امکانی موفق شدن ندارم. باید که موفق شوید آقای مظهر. حاضر از دستم چیزی نمی آید. یک مقامات اخباراتی احتیاج به یگیت دارد. دعا کن که او را با آنچه که احتیاج دارد میل خود نگردانند. وگرنه فلاکتش را نه تنها من بلکه تمام کشور می‌بیند. مینیکم تو این جوان مرد را می‌بینی؟ جانش را برای دعوا دریغ نمی‌دارد. مثل تو. در سخنهایت کنایه میبینم. قلبم را میشکنی. این خیلی نکن. یک باره پلیس اطرافمون رو احاطه کرد. ما هم تیرباران کردیم وگرنه اسلحه از دست میرفت. آفرین شیر بچه ها، کاری والا انجام دادید. تشکر سردارم. حالا سنجش کردید. وقتی زیاد زیر خاک مانده بودند. سنجیده بر آمدیم. پلیس حالا هم دنبال امان است. این زمان را باید تیز گم کنیم. خودش هم یک چند ساعت مانده است. بعد وضعیت را خودت میبینی. سال 93 را با شم میکابند. با شم. داهی هستید سردارم. خوش آمدید سردارم. خبر رو شنیدید؟ شنیدم ولکان شنیدم. مرا ببخشید. همه عیب من است. این خیلی نگوید سردارم. تقدیر الهی.
والکان همش تقدیر الهی. اما پیش از گفتن این سخن تدبیر می باید و بعد تقدیر. و شمش خیلی؟ خوبم دادا. با این دیوانه چی دست؟ و تو چی شد؟ و تو هم حساباتی هم؟ و خیر است سردارم در کجا بود؟ آزین رو فکر مکن بعد گپ میزنیم. دوره جوانی. مالش دست پسی کارشم. والکان ماشین را. هر چیز زودتر ماشین را باید یابیم. شما فکر ماشین را کنید. سحر در شوبه بو میخوریم. اطاعت سردارم. شب بخیر. اکنون تو هم راست به جای خوابت. پگاه درس است. وگرنه خسته نمیتوانی. شب بخیر دادا. نوربانو دیگر تو را با آن عزیزان نامزن و بابایت نمیبینم. فهمیدی مرا؟ نفهمیدم و نمیفهمم دادا. من چیکار کردم؟ مرا چشم دیدن نداره. من کودک 10 ساله نیکو. من 18 ساله شدم. چی فکر میکنی که مادامی که 18 ساله شدی هر کاری که میخوای میکنی؟ مایلش خطا کردم. ببخشید مرا. اما دیگر به من نگویید که با کی وو میخورم و با کی وو نمیخورم. گوش کن خانم میده خیلی خوب میگویم. من پدری تویم. 18 ساله نه 118 ساله شویم تا وقتی که هستم من پدری تو هستم و برای تو من جوابگرم. مرا شنیدی؟ این را خوب حفظ کن. این خانه و این عائله قاعده های خود را دارد برای همه اتون. دوباره دیده ای که من شبانه عائله را ترک کرده با آدمانی نمیشدگی خوراخوری رفته باشم. شما نرفتید گفتم من هم نروم. نمیبرایی خانم میده. تا من اجازت ندیم هرگز نمیبرایی. بس بودگیست بس. اینجا پلیس خانه نیست. شما با من پلیسی نکنید. بس است. در جانم زد. این کارو نکن اون کارو نکن. شما میدونید که همسالان من چیکار میکنند؟ چیکار میکنند؟ اون چیزی که میخواهم میکنم. دیگر طاقت نمیکنم. من دیگر نمیخواهم که در خونه چون اسیر زندگی کنم. دخترم چگونه چون این سخن میگویی؟ چگونه چون این کلمه ها میگویی؟ نوربانو با تو چی شده است؟ تو چنین رفتار نمیکردی؟ دادا حالا هم در پیش چشمان شما کودک هستم. چرا کلان شدنی مرا نمیخواهید؟ چرا نمیخواهید که ببینید که من هم مثل دیگران کلان شدم؟ دخترم از دیگران چی تنقیصی داری؟ زندگی دادا. من از دیگران از همین تنقیصی میکشم که من زندگی ندارم. نمیخوام که دیگر سخن بگویم. هر دویمون به قدر لازمه قرار نداریم. بر قهرمان مغلوب شده یک دیگر را بر زیاد نرنجانیم. حاضر خواب رو سحر صحبت میکنیم. حاضر چی که گوییم بیفایده است. خداوند خواب خوش نصیب کند. من آزاد میشوم. من هم برآمدنت را میخواهم. این چی معنی دارد؟ یک چند وقت دیگر همینجا میمانی. کوشش کردم اما نشد. افسوس که خبر به اخبار عامه رسیده است و نقشه ها را چپ و راست کرده است. آقای مسرین خودش چی گپ؟ اغوای دو آدم بیشرف به جامعه اینقدر تأثیری کلان دارد مگر؟ میگویند که موازنت سیاسی را باید نگاه داریم. با آدمانی سر و کار داریم که فکر میکنند که با سخن کار حل میشود.
هدف همشان یک است، محافظت کرسی. یک نه، 1000 راه موازنت میگیریم. مادامی که چنین باشد پس همه مسئله ها را خودشان حل کنند. ما برای نجات این نامرد جانمان را در خطر موندیم. ثابت مرد، من محکومم. سزای جان فدایی در این کشور همین است مگر؟ مثل جنایتکار محکوم شدن است مگر؟ آرام باشید. ما شکایتگر نیستیم. ما آدمان عملیاتگریم. در سرم یک فکر هست. اگر لازم شود با راهبریت واخورده کار را حل میکنیم. باور کن من هم تو را اینجا دیده از همه زیاد غم میخورم. میفهمی؟ خواهش میکنم که کمی صبر کن. من صبر میکنم لیکن پیکا صبر میکند. نه، خدا میداند که این رزیل حالا در چی فکر و خیال است. پروا نکن، لیلا در نزدش. یگان نقشه کشد خبردار میشویم. لیلا؟ از او یگان خبری هست؟ حالا هم در ادای وظیفه است. آدممان همین است. این آدم کیست؟ دوست پیشینه پروفسور است. امروز از خارج می آید. این مرد را گرفته به دفتر مینیک می آری. احتیاط کن لیلا جان، مهمانمان ذاتی والا است. در احترامش نقصان نشود. مایلش خواطر نشوید. او را گرفته به نزدتان می آیم. مینیکم، اکنون ما هم از پشت کارمان شویم. فکری تو؟ از عالم جادوگرها روی سال 93 رو دعوت کنیم. نباشد راه گرد، کارهای زیاد داریم. او خواهش کرد که مهمانی را که از خارج می آید پیشواز گیرم. کی بوده است آن مرد؟ یگانه چیزی که میدونم مهمان پروفسور است. نامش رو نگفت. عکسش رو کمی دیرتر به شما میفرستم. شاید شما یگان معلوماتی پیدا کنید. مایلش تو روان کن، ما میکوبیم. لیلا بود؟ چی میگوید؟ پیکاس وظیفه دار کرده است که یک پروفسور را پیشواز گیرد. دیدید علاقه سر کردن. کی میداند که وای چگونه آدم است؟ یا بمبگذار است یا یگان قاتل دیگر. کی میداند که چی نقشه خونینی دارد؟ صبر کن یگیت، حالا چیزی نمیدانیم. میفهمی؟ نمیدانیم. بعد خودتان خواهید دید. تا میفهمیم که بعد دیر میشود. نگویید که نگفت. کاری کرد که یکی دیوانگی نکرده، باید آزادش کنیم. چای چکه شده است؟ دادا قسم میخورم که اگر قهوه خوراک شده شود من باشم چای تقسیم میکنم. اپاد حالا هم بیدار نشده است. شبی در روز گریه نوله کرد. که خواب رفت خدا میداند. جیغ زدن اما نمیخورم گفت. الو؟ نوربانو سلام، من مراد. تو چی خیر؟
ها خوبم. تو چی خیلی؟ از دیشب کمی فکری تو رو کردم. خوب هستی؟ خوبم. ببخش که دیشب نزد همه شرمنده شدیم. دادم همین خیلی است. کمی سال خورده است. بسیار جنگ کرد. نه دوستم، چی خیلی جنگ؟ چند ساله شده من. لیکن تو اومدنی پدرت همه چی خوب بود. شبی دراز تنها تو رو فکر کردم. راست میگویی؟ راست میگویم. چشمانت باشد خیلی هم زیبا است. هر وقتی که چشمان رو بپوشم چشمان زیبایت نمایان میشود. مثل که جادو شدم. در خجالت میگذاری مرا. باز وام میخوریم؟ وای نمیدونم. شاید وام میخوریم اگر خواهی. از همه چیز زیادتر میخواهم. دخترم نهار تیار است، نمیایی؟ دادا شما خورید، من به مکتب دیر میکنم. کتابهایم رو در این وقت با کی صحبت داری؟ با سوده درباره مکتب سوال کرد. فهمو؟ ببخش دادم اومده بود. وقت که گفتم زنگ میزنم میلش. گوش کن، نمیخوام که به حیاتت دخالت کنم. تو هم دختری کلان هستی. چه خیلی که خواهی زندگی میکنی. حاضر وقتش است. یا به خواهش پدرت زندگی میکنی و یا به طرز خواهش خودت. در اصل دیشب برایت فرصتی خوبی بود. وای نمیدونم. فکر میکنم که کاری آسان نیست. دادم هم حق است. کمی مبالغه کردیم. چه خیلی مبالغه کردیم. اگر من به جای تو باشم در اون خانه یک لحظه نمیستم. چه خیلی؟ شرایط بابایت هم خیلی خوب است. میگویی که جامدانم رو جمع میکنم و میروم. انا اون وقت پدرت قدرت رو میفهمد. دنبالت میشود، پیش پایت میافتد و زوری میکند. فراموش مکن که در این سن و سال غلامی کسی نیستی. نمیدونم. من دیرتر زنگ میزنم. نجیب با کارهایش مانعی کاری ما می شود. با آدم هایی که وطن و ملت می گویند طرفی ضعیفی نداشته باشد. راه دیگر را می بینیم. این راه ها فردای آیلهشان می شود. اگر دختری نجیب را بیره کرده توانی این کاری بهترین انجام شده می شود. پروا نکنید سردارم. از دستم اومده رو اجرا میکنم. خیلی خوب. در این بابت به تو باور می فکر میکنم که نوربانو تا این دم با یگان پسر صحبت جدی نکرده است. سردارم خاطر نباشید یگان کمبودیه نمیشود. بله اگر موفق شوی مراد جان به تو تحفه خوبی میدهم. تو را از وظیفه مسئول طلبه ها گرفته به گروهی دخترانی ارکن کاندو مسئول تعیین میکنم. آفرین زود. اومدم دادا. دخترم ما بر اومده، میایی تو؟ نوربانو دخترم مرا میشنوی؟ دادا مونت به حالش. نباید. من نبینم. این دختر چرا چنین میکند؟ صبح خیر امکی نجیب، چه خیلی شما؟ خوبم سوده جان، تو چه خیلی؟ خوبم. آوارای مکتبم. نوربانو در خانه است؟ در بالا است. تا دیدن. تا بازدید. سوده جان باید گم زنید امکی نجیب. اصلا خواهش دارم. نوربانو این روزها کمی غمگین است. یک دو ناخوشی شده است. او را تنها مگذار میلش. یک دیگر رو دستگیری کن. خواطر نباشد امکی نجیب، من در برش میشوم. میلش برارت است. در کجایی تو به مکتب دیر میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ یگون جای دیگر میروی؟ ها. با کجا؟ با من چیزی نگفته بودی؟ به خونه بابایم میروم و در اونجا میستم. کنی فهمون چی شد؟ دیگر فکرم رو نکن. چه خیلی فکرت رو نکنم؟ به منیگی نکن. چی شد؟ با امکی نجیب یگون سخنی گفتی 6 تا آدم بر این گپ زن؟ سوده من رفتم. صبر کن نوربانو. با من هیچ چیز نفهمونده به هیچ کجا نمیروی. همه نصیحتگر شدن. راهگر در راه میفهمونم. موسین همه کارها آماده است؟ پیکاس اکنون سواره‌های سیاه در خدمت تو میباشد.
دادرهایم، امروز شما را وظیفه دشوار انتظار است. متاسفانه وطن به دست یک گروه افتیده است و آن را به طرف فایده خود استفاده برده ایستادند. ما فرزندان این وطن وظیفه داریم که ما با آنها صاحب اصلی این وطن بودنمان را نشان دهیم. وطن را به این سه چهار قشلاقی نمیدیم. البته بچه ها وقتی آن رسیده است که این مردم عقب رفته سرپوشیده را درس خوب دهیم، زیرا برای مردم جاهل را بیدار کردن دیگر راه نیست. بچه ها البته که برای درس دادن شما انتخاب شده اید. در اطرافم جمع شوید. انا دارم اینجا. عاطف این کامera در کجاست؟ سردارم در محل صنعتی دودولو. سردارم چیکار کنیم؟ اسلحه را با آدمانش گرفته اینجا بیار. احمد بچه ها رو بگو که بعد 5 دقیقه میبرویم. اطاعت سردارم. آفرین عاطف. سلامت باشه سردارم. اتوبوسی پر از عسکر به همین راه میگذرد. شما در اینجا نقش بازی نقشه شدهتان را بازی میکنید و شما آدمی را نشان میدیم و بغیر از آن همه باید کشته شود. کسی زنده نماند. فهمیدید؟ فهمیدم. لباس ها آماده است. کنی پوشید. محسن تو اینجا بمان. آدممان همین. او را باید صحت سلامت اینجا بیارید. خواطر نشوید. او را به نزدتان میآورم. نجیب سردار کار را صحت و سلامت به اتمام رسانید. اطاعت سردارم. من هم با مثل شما دستگیر شدن آنها رو میخواهم. خودتون را نشان دهید. نجیب یلمز، ما از وزارت کارهای داخلی باید آجینم بخوریم. گوش کنید. حالا در وظیفه خیلی مهم قرار دارم. بعدتر پرسید. نه باید حاضر بخوریم. بچه ها رفتن گیرند. حاضر وقت این نیست. باید آجیلان روند. شما مرحمت کنید. اینها که برگشتن میپرسید. گوش کنید آقای مدیر، می توانیم این دوستمان را از وظیفه آزاد کنیم. اگر با ما صحبت کردن نخواهی ما هیچ کفالت دادن نمی توانیم. در 15 دقیقه کار را تمام کنید. بچه ها شما روید. اما تا من نهایم یگان حرکت نکنید. بالکان مسئول تو هستی. اطاعت سردارم. اطاعت. زود بچه ها زود. در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جز 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. با من دیگه سردارم. در کت فرودبه خیلی خوب زیبیده است. تنها امر نمیرسد.
бин касе мебарояд. ҳозир ягон воқеа мешавад, лекин чӣ бошад? ба Наҷиб Сардор хабар дем чӣ? 3480 давом дед. Сардорам, медонед ки ба макон омадем. Як ҳаракате шуда истодааст. Чикор кунем? амнияти атрофро таъмин кунед. мудохила кунед. 3470 зудтар боша, дер мекунед, зудтар. خودتان را نشان دهید. روید اکنون. تمام نکردن نباید. اکا تمام شدیم. پلیس‌ها احاطه کردن. وای جانم. اینجا را از کجا یافتند؟ با من گذارید، من حل میکنم. شما سوراخی یافته از اینجا برایید. بچه‌ها چیکار کردن من رو میدونید. هشتاد مرکز در زیر آتشیم. زود کمک روان کنید. منطقه صنعتی دودولو زودتر باشه. عثمان خوب هستی؟ عثمان تیر رسید در کتفم. 3485 سردارم کجا شده؟ تلفن نجیب سردار است. سردارم کجاست؟ نجیب سردار برای بازپرسی در اومدن. تلفنشون رو به ما دادن. با بالایمون تیر باریده ایستاده است. تیر پرانی است. زود ضمن سفری گروهتان به عملیات شما در کجا بودید؟ در مرکز سودا بودم. سبب؟ با دخترم یک کار عاجلا پیدا شده بود. دائما کار عائلوی و کار دولتی را به یکدیگر آمیخته می‌نمایی. نه جناب. یکو مراتبه شد. سردارم ببخشید که صحبتتون رو بریدم. خیلی عجیل است. ولکان زنگ زده بود کمی پیشتر. تلفنم سر شده است. کمی پیشتر کمک طلب کرد. با فکرم وضعیت بد است. ببخشید من باید که روم. ایتمان نرسیده است. تمام شده است یا نشده است و من چی؟ حیات دوستانم در خطر است و من اینجا با شما صحبت نمی‌کنم. اگر در عملیات کمبودی شود سببش این بازپرسی به وقتی شما میشود. گزارش رو نویسید. چی که خواهید نویسید. ما در گازناک واشریز میپرتیم. پلیس که ما رو دیده نتوانست آنگاه با ماشین دور میشویم. کسی هوش رفته باشد معلوماتی نادرست میدهد. میگویم که من در تاکسی شده روم چی؟ من فشار دارم. فشارم میخیزد. وای نه نجیب است نگید. اینها با ما ضرر کلان نمیدهند. هراسیدن لازم نیست. راست گفتی پیکس. خیلی آدم بلای خدا نیست. حاضر دسته محسن را میبینم و روزهای گذشته را به یاد میآورم. چه روزهای خوبی بود. بیا زودتر از اینجا دور شویم. اینیک پیش دراز زودتر باش. من نهایم چی؟ گریختم 3480 مرکز تیر پرانی است. عاجلا گروه روان کنید. چی شده ایستاده است؟ نارنجا که گازی پرتافتن چیزی رو نمیبینم. 3480 مرکز 3480 مرکز گروه فابریک کجا شد؟ گریخته ایستادند. و بچه‌ها در کجا؟ سردارم وارد انبار شدم. کسی در سرم زد. دیگر چیزی رو خاطر ندارم. از کجا رفتن؟ والا درباره نفر سخن می‌راندن از طرف‌های پندیک. ولکان بخیر است. وضعیت چگونه؟ سردارم عثمان زخمی شد. بیمارخانه بردند و همین یک مرد. سردارم پروفسیونال بودند. نارنجک‌های گازی
چی شدنش رو هم نفهمیدیم. شد ولکان مفتشا دنبالمان. حاضر نتیجه این عملیات را هم فهمند. آن وقت ناراحت کردن میگیرند. حداقل در سر این پران تا اینکه یک جسد داشته باشیم. پران گفتم ولکان پران. فهمو سردارم. استید چیکار میکنید؟ من یکم ارتباطی ندارم. استید گفتم. پران گفتم ولکان پران. سردارم یک طرف استید تا اینکه خون بالایتان نپرد. راست میگویی؟ استید گفتم استید. من میدونم که به کجا رفتن. با پندیک نمیروند. سردارم از کجا دانستید که این آدم با اونها سر و کار دارد؟ ولکان پروفسیونال ها برای چی از عقیبشون دلیل میگذارند؟ اکنون بگو با کجا رفتن؟ بگو با کجا رفتن؟ یک اتوبوس عسکران را بپرانند. تو چه بگویی؟ و من نگاه کن میکشمت. در کجا و کی؟ باور کنید اینش رو نمیدونم. راستی نمیدونم. بگو گفتم. نمیدونم گفتم کو. لیکن یک چیز دیگر رو شنیدم. مکان را در راه میگویند. اگر لازم شود همه ثبت‌های استانبول رو ببین. چی کار که میکنی کارم نیست. اما با من ماشینی رو که از دودلو برآمده است و کجا رفتنش رو بگو. خیلی مهم است فهمیدی؟ خیلی مهم است. لازم شود همه امنیت رو با پا خیزان. فهم سردارم در حال میبینم. به من وقتی برآمدنش را گویید؟ تقریبا 20 دقیقه قبل از اینجا برآمدند. بچه‌ها یک نفرتون عسکر و دیگر ژاندارم رو خبر کنید. من هم با امنیت رفته وضعیت رو میفهمونم. و استخبارات هم خبر دهید بچه‌ها. فهمو. راه گردید زودتر. ایست ما را ناگرفته به کجا می روی؟ ببخشید کماندو. باشد باز به عروس شونده. تیار شد. اتوبوس به طرف شما روان شد. بیا شد همین خیلی است. برایید. در کجا بوده ای؟ الو سردارم ماشین را یافتم. در کجاست؟ چک میکوی سردارم. از یک چهارراه گردش کردم. در بالای این راه جای زیستی عسکران است. تشکراتی. سلامت باشه سردارم. اتوبوس می آید. همه به جایهای خود. آهسته ران آهسته. چه شده است؟ با فکرم آدمان خودم. ایست برادر ایست. اینها به صدمه افتیدند. نمیدانم کماندو. کنی نزدیک شو. ایسته یاری دهید.
قماندان یوری دهید حمله کردن. چه شد؟ چه حادثه؟ حمله کردن یوری دهید. چه شد؟ از اطراف آتش کشیدن یوری دهید. کسی از ماشین نپراید. یوری جیغ زده؟ جیغ زدیم کمی دیرتر میآید. غیر از این مرد در زمین بوده. یگان مرده و یا زخمی دیگر هست؟ 2 نفر زخمی شدند درون ماشینند. آرام باش دیگران خبردار نشوند. چه کار میکنی؟ سلاحت رو پرتاب. گوش کن مرا اگر زندگی کردن خواهی گفته هایم را اجرا کن. شما از کار هم نیستید. البته که نیستیم. این گام است. روید از اینجا زودتر. تستر رام. برانید آنها را زودتر. او را جلویم گیرید. تستر باسم تستر احمد. احمد یکان خبری است؟ خوشم با تلفن از سردارم تا حال خبری نیست. باسم تستر رام. اطاعت سردارم. خدایا التجا میکنم دیر نکنم التجا میکنم. تستر ران همین ماشین را تستر ران آخر. همشان را کشید. یگان نفر زنده نماند. همش را کشید. نپرانید. فکر کردی که پنهان شده نجات میابی؟ من پنهان نمیشم مگر از تو میترسم. اشهد ان لا اله الا الله. اینجا مسئله حل. همش مرده است. نرویم. من هم یک ببینم. اینجا یک نفر مونده است. احتیاط کنید پرانید کوشید. ما حالا نمورده اید. یک نفری ما به همتان بسنده است. صدها توف به حال همتان. از دستتون کاری نمی آید. خواطر نباشید. خاطر حل میکنید. جمع شوید می رویم. زودتر باشه زودتر. بچه ها احتیاط کنید. در اول امنیت خود را تامین کنید. بکن توی ماشین را تعقیب کن. اومد سردارم. گریز نابکار گریز.
سردارم حمله کردند. قماندان چی شد؟ او را گرفتیم. که ضرری ندارد خود اینجا بیا. اطاعت. دیگر جای رفتن نمونده است. در اصل جای رفتن مانده است. کجا بوده است آنجا؟ آنجا شعبه ضد ترور. اگر آنجا زنده درایم مرده هم میبراید. برای زندگی کردن امتیاز می شود. حاضر آن هم نیست. قاعده طلای این کار تیرهای زیردست رو حساب میکنی. اونا از سرم ساقط شد. بردار دستایت را بردار. اکنون تسلیم میشوی؟ تسلیم شدن و مردن چی فرق دارد؟ مادامی که در دعوایتان اینقدر صادق هستید، در جای شهید شدن چرا خود را ضایع میگردانید؟ در دست اهل فهمی بودید. با شما بر این جوانان دنیا را فتح میکردیم، قلبها را فتح میکردیم. حیف حیف. صدیقت همه گروه ها 48-20 مرکز مرا میشنوی؟ مرکز شما را گوش میکنم. گپ زنید. در جای حادثه ایم و 13 عسکر ما را شهید کردند. نفهمیدم، تکرار کنید. 13 عسکر ما را شهید کردند. فهمیده شد. 48-20 گروه را روان میکنیم.
این چی خیل می شود؟ دوستانمون شهید شدند. شد برادرم، رفتم. سردارم، پرونده شخص را دریافتیم. خوش کی بوده است؟ سیداد یلداش، دکتری مشهور مغزی سر، در شویتساریا زندگی میکند. از چرا این آدم را دریافتند؟ سردارم، دوست حاضرال جراحی دستگیر شده عضو ارکه کندو است. احتمال است که او همراه کرده است. اینا لله و اینا الیه راجعون. آقای مظهر چی شده است؟ خائنان بیکار ماندند. 13 عسکرمان را شهید کردند. حتی در روزی روشن در مابین شهر کلان. این آدمان گفتنی هایشان را روان کردند. بله. در همه جا، حتی در جایهای محرمانه آدم دارند. احمقان بی‌حیا. آقای مظهر در کجا و چیکار شده است؟ اگه در این حالت می بود راهبران ما چیکار میکنند؟ تنها به ما ایستید میگویند. میگویند یگید رو در زندان مانید، یگید بر اینها رو در زندان ها محکوم کنیم و اینها دستهایشان رو جنبانیده بالای سرمان برایند. تاریخ یاد ندارد که حیوان گرسنه محبت رو دیده از وحشت دست کشیده است. اگر حیوان رو بگویی که بیا مرا بخور، باز اجاره دندانش رو میپرسد. با این فهمیش به جای رسیده نمی شود. آره. الو، من مظهر. عاجلاً باید واخوریم. بچه ها، من میروم. شما وظیفه‌تان را دوام دهید. یگان چی دریافت کردید به من خبر دهید. اطاعت سردار. آقای مظهر. نوکان چیکار کردی؟ ماشین را دستگیر کردی؟ نه سردارم، نتوانستیم. چی گفتی؟ نتوانستند؟ برادر، این چگونه کار است؟ این برادران را ببینید. به حیاها به چه حال آوردند. مادرشان، خواهرشان، برادرشان، فرزندهایشان به آنها چی میگوییم؟ ببخشید، از دستمان گریختن میگوییم. ها؟ بچه‌های دیدن و به آغوش گرفتن و حسرت را ربودن، تابوت‌ها را دیده چیکار میکنند؟ چی حس میکنند؟ بگویید. ما دیر کردیم، دستگیر کردن نتوانستیم میگوییم. چی میگوییم؟ بگوید آخر. این شهر بچه ها را معاوضت کردن نتوانستیم. حیف بادا، توف با اون کسانی که برادرها را چنین قتل کردن. همه از آن مرا با دقت گوش کنید. همه از آن در پیش من به خون شهیدان عسکر قسم خورید. یگان مسئله اولیوی را پیش از مسئله های وطن و ملت نمیگذارید. دستمون را از گریبان خونریزان اصلا نمیکشیم. هرگز ما به ایران نمیدیم. از همه این قاتلان جواب خواهیم پرسید، اگرچه با بهای جان هم باشد، تا آخرین نفس سردارم. خدایا، من در مابین این 4 دیوار چیکار میکنم؟ در بیرون چی گپ ها باشد؟ ماشین عسکران را تیرباران کردند. 13 نفر شهید شده است. شنیدم. افسوس که غمگین شدم. تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ زودتر بگو با من چی شد؟ ماشین عسکران را تیرباران کردند. 13 نفر شهید شده است. چه خیر؟
با من فهمانید آخر این چه شده است؟ مرا از اینجا برارید بگم، مرا رها کنید. آقای مظهر، مرا از اینجا برارید. مرا رها کنید بگم، رها کنید بگم. سارده اوه قماندان خوش آمدی. راهبر این شغال ها تو هستی؟ یکی شغال نگوی، راهبرشان منم. گب نزن به ناموسی حرامزاده. اسکرهایم برادرهایم را کشتید. این را دانسته باش از تو 100 بار میپرسم قماندان. اگر جسارت داشته باشی بگو سردیان مرا از من میپرسیده است. احمق، حتما یگیتی این ملت بیدار میشود. همه کارهای حرامت را، خونهای ریخته‌تان را میپرسند. بی حیاها. رها کنید مرا. من اعتراض میکنم، من اسیان میکنم. بله، من به این دلیل دارم، برای این من حق دارم. وقتی که خائنان آزادانه به جنایت دست بزنند من خاموش بودن نمیتوانم. آرام شو برادر، چیکار میکنی؟ اینجا محکمه هست، تو سری ما را هم در بلا نمان. اگر لازم شد تو را خودشان از اینجا آزاد میکنند. من میدانم که این کشتار را کی تشکیل کرده است. من با آن رزیل حساب خودم را دارم. مرا زودتر رها کنید، زودتر. اکنون فهمیدی که در محبس شیشتن چی بوده است. تو این کار را بسیار آسان فکر کردی. اگر آزاد شدن خواهی صبر کن. صبر کلیدی خرسندی هاست. خائنان، بی‌شرف‌ها! البته که در خانه‌های ریزانده‌تان شما را غرق میکنم، حتما. روزی میرسد که بالاتای سفید خونی پیشانیت رو تازه کرده نمیتوانی. تو از حد زیاد سخن میگویی. تو محکمی، من آزادم. سخنهایت بیهوده است. دستهایم را کشا. بیهوده یا بهوده بودنش را میفهمی. کنی گوشا. وقتی با تو بازی کردن ندارم. لیلا کجا شد؟ آمدم. خوش آمدی. خوش باشید. آدممان همین است؟ نپرس، بسیاری بد گم میزند. کارم با این تمام که شود تنها امرهای تو را اجرا میکند. پروا مکن. آقای سیدت، برای همین مصرفی زیاد کردم. کار را زودتر آغاز کن، وقتی زیادتی ندارم. این آدم را یک شکل ده که مثل آدم آهنین شود. همه امرهایم را اجرا نماید. چهارمغز سخت است. خیلی چهارمغز سخت است. کسی با پروفسور طاقت کردن نتوانست، مگر تو طاقت میکنی؟ میانت میشکند شیر بچه. پیکاس، این آدم کیست؟ شناس کنم. قاتل نوی ما است. حالا نه، لیکن می شود. معمار خونریزی ها می گردد. البته که با سرداری یلدش سبت. تو را میکشم احمق. میکشم تو را. نادرست میگویی. درستش را من به تو میگویم. برای من میکشی، برای من قتل میکنی. ها؟ آقای رسول، در دولت همان عادتی بود که بر موفقیت ها توفه می دادند، جزا نمی دادند. ما کی رو جزا داده ایم؟ یگیت را جزا داده اید. چیکار باید میکردیم آقای مظهر؟ چشم اخباری عامه.
به طرف ما روان است. کاش که شما هم از آن اخبار عامه‌ای که می‌ترسید جسور شوید. شاید آن وقت در یک کشوری والاتر زندگی می‌کردیم. حاضر چی کار می‌کنیم؟ کمی انتظار می‌شویم. محیط باید آرام شود. ما انتظار می‌شویم، اما دشمن انتظار نمی‌شود. حادثه امروزه نشان می‌دهد که آنها منتظر نمی‌شوند. چی باید کنیم؟ یگیت را از آن سوراخی باید خلاص کنیم. راه خونریزی را تنها با این گونه آدمان بسته می‌توانیم. دیگر چاره‌ای نداریم. نمی‌شود. نمی‌توانیم. ما در اینجا سخن رانده وقت را از دست می‌دهیم، لیکن دشمن می‌داند که نقشه ها را عملی کند. آیا می‌دانید که چرا قماندان را ربودند؟ من از کجا دانم آخر؟ این رو شما باید یابید. این را من می‌یابم، لیکن شما بال و پرم را نشکنید. این خیلی شما میگوید آقای مظهر؟ یگیت خودش تنها یک نفر است. این آنقدر مهم نیست. یگیت نفر است که برای ملت فکری نکرده از بهر مال و ملک و جانش می‌گذرد. کار آخرین کرده اش را همتون دیدید. در تقدیر ملت نقش نظررس بازید. برای همین او برای ما ارزش دارد. اگر از ما عمل کنندگان این حادثه را دانستن خواهید و اگر خواهید که چون این حادثه دوباره سر نزند، پس یگیت را از آن سوراخی برارید. نمیتوانم. بیرون از صلاحیتی من است. تو نتوانی، من میبرارم. رو به آدمان بالا بگو که آقای مظهر یگیت را از سوراخی میبرارد. شما در جای گرم نشسته اید، چه پروا دارید؟ آقای مظهر ایستید. وظیفه نوبتیت لیلا است. محسن را از چشم دور نگاه کردن است. چرا که سردارم، من فکر کردم از این بحث با من کار میکنی، لیکن باید یک مدت به چشم ننمایی. عملهای کردت خیلی خونریزی ها آورد و خیلی دقت جلب کرد. اگر خواهید باز عملهای خونین انجام میدهم. سردارم آنچه که فرمان میدهید دیگر در میان سخنم ندارا. ببخشید سردارم. اجرا میکنی میدانم. بوی خون مرا هم به هیجان میدرارد، لیکن دیگر باره سخنم را نبر. من چه ها میگفتم؟ درباره عملیات خونین. بله، عملیات خونین. حاضر همه دنبال قاتل 13 عسکر میشود. گویا میابند و دستگیر میکنند و گویا دستگیر میکنند و جزا میدهند. جنابان، دستان ما خیلی دراز است. ما در همه جایم. هیچ کس فهمیدن نمیخواهد. در مرکز پلیس نفری هست که نمیخوام کله ایت را دهم. با نجیب سردار؟ بله، نجیب سردار تو را حتما میابد. به سرش مسئله آیلوی را بار کردیم و لیکن چیکار کردنش معلوم نیست. وطن میگوید، ملت میگوید، از بحر آیلش میگذرد. همین قدر دیوان هست؟ بله، همین قدر. برای همین بچهش نمودار نشو. لیلا تو را میابد و یک از خانه های بیخوف میبرد. لازم شود باز دعوت میکنم. چه خیلی که خواهد جناب. آقای سیدت، ما هم یک چند کار را باید انجام دهیم. به این قماندان یک چند امر دهیم. پیکاس بیهوده کوشش میکنی، تو مرا کار فرموده نمیتوانی. دادر، من تو را مجبور نمیکنم. با رضاگی خودت دانسته و با میل خودت میکنی. البته که بعد از آنه که بندت را به دست من میدهی.
خونه نمیروی این چه خیل میشود با تو فهموندم کو من دیگر در آن خونه کسی ندارم فهمیدی اکنون پس در کجا میستی خونه ما بیو تشکر لیکن نمیتوانم وای نفرانی هستند که مرا قدر میکنند و من با آنها میستم ها آنها کیستند تو رو از پدر و دادرت کی زیادتر دوست میدارد کی میفهمد اوف سودا گپ رو درست کردی تو هم کاردار شدی من چیکار کردنم رو میدونم هدف گذاشتم فهمیدی خونه نمیروم او کی بود کی میشود الپرین است چرا تلفن را جواب نمیدهی یگان کاری بد شده باشد الپرین زنگ زد تو اینکه هر گپ گفتم مرا ناراحت کند این خیل نکن گوش کن مرا کاری حل نشده نیست آنها اویله تو میباشند آنهایی که تو رو در حیاتت از همه زیاد دوست میدارند لیکن این رو نشان نمیدهند همین خیر اما که نجیب دوستداری هایش را نشان نمیدهد ناحقی نکن گوش کن به خانه‌تان گرد پدرت شخصی میفهمیدگی اگر فهمانی مسئله حل میشود همه این رو پیش از زدنشون فکر میکردند نوربانو چی گپ است مراد آخر فهموندم کو سلام شما رو شناس کنم مراد سودا مراد ممنونم من هم بیا نوربانو آماده باشی رویم اپای ارزو تو رو انتظار است شد می آیم مرا ندیدی فهمیدی گوش کن نوربانو حالا هم سری وقت است به خانه برگرد این راه خوب نمی نماید میلش من میروم فراموش نکن که به کسی نمیگویی میلش تا بازدید اکنون من چیکار میکنم 13 نفر میگویم 13 فرزند وطن را شهید کردند حتی در مرکز شهر کلان در پیش چشم همه آقای کایا به همه اینها کی جواب میدهد چی خیلی جواب ندیم جواب اینها تمام نمی شود دولت در جزیره بوده وا میخورد عاقبت جسارت پیدا کرده چون این حمله ها میکنند کجا شد این آتش بس ها حیف بر اقتدار این حادثه را درست خوانده نمیتواند با گفتی شما شرح درستی حادثه در چیست افسوس که این وحشانیت به حادثه 33 شهید شده سال 93 خیلی مانندی دارد این حادثه روی راست دعوت به جنگ دارد گفتنی هستند که سال 93 کردیم و باز میکنیم گفتنی هستند که پایتون را به چنی کورپاتون دراز کنید چی خیلی آتش بس چی خیلی سول دولت از دست میرود از جنگ آزادی خواه بدتر شده شما از این خلق شر نمیکنید داستان شهیدان گریبانتان رو نمیگیرد مگر شما خودتان رو که میزابید در اصل سبب اساسی این حمله پلیس استانبول است که مجادله با تروریست ها را مانده دنبال ارکن کنده شده است از آنه که با این کارهای ناشایان بند شدن دنبال زیر ترورها شوند این اشکالم را ببین به احساسات داده شدم ببخش اوه شیطانچه اوه هیلگر اوه درویه سردارم شما هم از مد نظر خود قرار داده اید و قماندان محافظ نزدیکترین است آینده درخشان افسری با استعداد آینده درخشان یعنی پس از 2 سال در موقع والا آنها دنبال چی باشند؟ کارشان را در اینجا حل کرده میتوانید محیط بهترین خیلی خوب است خائنان مرا به کار مجبور کرده نمیتوانید گوش کن شیر بچه چند باری دیگر بگویم
اگر نفهمیده باشی یک بار دیگر شرح دهم. میدونی این پروفسور به عقل تو میدراید و اونجا را تازه میکند ها؟ یعنی حافظت را تازه میکند، مثل محرک نو میشوی و ما آهستکک تگمه را زیر میکنیم و تو اطاعت میکنی. نمیدانم فهمیدی؟ احمقی به حیا، همه اینها را از بینیت میبرارم. میبراری جانکم، پروا نکن. میدونی که از تو چی میخواهیم؟ بیا بگویم. راهبری را که محافظتش میکنی همان را میکشی. احمق، تو چی ها میگویی؟ کار تنها همین است، به دادزنی نمیارزد. برای تو مثل موی سری که از روغن گرفته میشود. خائنان، بی حیاها، بی ناموسها، بیکس پستی تو را زنده به زنده میکنم. آقای سیبت اکنون هنرت را نشان ده و بعد رفیق نشان میدهد. با مقدار گفتم اگمتین آوردید؟ البته که آوردیم. کنی ببینیم اگمتین چی هنر دارد. با این ماده آلمان ارکین کاندو کارها انجام دادند. من باشم با استفاده از آن نظارت مینه سر و هیپنوز را پیشرفت کردم. اول مینه سر را میپشوید و بعد عملیات میگذراند. در مردی که اگمتین استفاده برده میشود بیماری شیزوفرنی میشود. افسوس که در کشور ما لابراتوری تشخیصی اگمتین وجود ندارد. اکنون قماندان زیبا و خوشنمود پس از کشتن راهبرش مثل دیوانه رفتار میکند، همین خیلی نه؟ ببین جناب پروفسور، این کار اشتهای مرا کشاد. تو کار را تمام کن، من یگان ضیافت آراسته کنم. آنها فکر و خیالشان را عملی نکرده، یگیت را باید برآورد. ولی چگونه؟ دادا پام به خونه نامد. چه نامد؟ زنگ زدی؟ حتی چند بار زنگ زدم، تلفنش رو نمیبردارد. شد بچم، تو خوراکت رو خور، دستت رو تیار کن، من اپد رو میابم. مالش دادا. بیا. سردارم، یک دختر جوان شما رو دیدن میخواهد. خدایا، دراید. اطاعت سردارم. سوده؟ اما که نجیب با شما صحبت کردن میخواهم. مرحمت سوده جون، مرحمت گذار. بخیر سوده. وای، اما که نجیب برای نوربانو به اینجا اومدم. نوربانو باز چی کار کرد؟ نخواست که من اینها رو به شما بگویم. من برای گفتن این سخنها خود را مسئول دانستم. نوربانو گفت که دیگر به خانه بر نمیگردم. آخر آن مراتب نوربانو رو کی دیده بودی؟ تقریبا 2 ساعت پیش. دیگر با شما زندگی نمی کند. زوری و تولو کردم اما گوش نکرد. با کجا رفتنشو گفت؟ به من نگفت. با مراد گفتنی شخص رفت. نوربانو رو با یک ماشین گرم برد. اوه نوربانو، نگفت که با کجا میره؟ آن جوان با او گفت که تو را اپای ارزو انتظار است. فهمم دخترم، تشکر. اکنون فهمیدم. تو هم به خانه اتون رو. پدر و مادرت خواتیر نشود. اما که نجیب نبای. بعد مرگ اپای هنر مکتبی نو گفته. عقل و هوش نوربانو تماما دیگر شد. با فکرم او از شما رنجیده است. خواهش میکنم او رو هم فهمید. مالش دخترم، تشکر. بیا رویم. مایلش، یک کاری خوردکک دارم. تو مرا در بیرون انتظار شد، زود میآیم. مایلش، بسیار انتظار نکن. مانده شدم. مانده شده است، گویا که سنگ کشانده باشد. آدم کشتی بی کتاب. مایلش، بسیار انتظار نمیکنم، زود میآیم. کو بینیم این دختر چیکار میکرده باشد.
بله لیلا. الو آقای مطهر، به شما خبری بد دارم. حادثه امروز رو پیکاس تشکیل کرده است. فهمو مقصدشون چیست میدونی؟ از اتوبوس قماندانی رو بودند. از خارج پروفسوری رو آوردن و چی کاری کردنی هستند، اما چی نمیدونم. لیکن میفهمم، خاموش میکنم. باز به شما زنگ میزنم. مایلش با دقت باش. محسن در کجایی؟ بیا رفتیم. همین جایم جانم. خودش چی گپ؟ دستایت رو بردار. تو چی کار میکنی محسن؟ لیلا خانم چی کار کردنت رو میدونم. اکنون آهسته سلاحت رو پرتا. بعد تو گفتم سلاحت رو پرتا. کسی قاتل در آزاده عمل خونین خود را دوام میدهد. من در میان چهار دیوار حتی قدم مانده نمیتوانم. ای خدای بزرگ، به من کمک کن. خدا چی گپ؟ شما کی هستید؟ بیا میرویم. من با شما به هیچ جا نمیروم. تو دستم نمیتوانید. ایستا با تو میگم. مایلش من جناب آقا با کجا رفتنم را دانم، خودم میرفتم. راه کرد. فهمیدم. جایی میرفتنت مهم نیست، راهی رفتنت مهم بود. راه کرد. معلوم میشود که خواهینه که پیکاس میگوید تو هستی. کو فهمیم برای کی کار میکنی؟ برای اون که از تو پنهانی با تلفن گپ زدم، مرا خواهین گفته نمیتوانی. اگر این رفتارت رو پیکاس فهمد. آها، با حمله گذشتی. آفرین آفرین. باز چیکار حمله؟ مگر فوتبال بازی داریم؟ بیا بهترش از پسی کار شویم. مایلش نزد پیکاس میرویم. چیکار کردنت رو با او میگویم. اکنون راه گرد. آفرین، مرا دستگیر کردی. کجا میرویم؟ بسیار دانستان میخواهم، وگرنه با شما نمی آمدم. بسیار گپ نزن، راه گرد. اینجا نشسته انتظار میشه، فهمیده؟ بلبل را به قفس طلایی گذاشتند، باز هم یاد لانه خودش را کرده است. حجره من خوبتر بود. میله شو دکن، سردی داخل. خدایا خداوندا. میدانم جانم. اگر این حرکت را نمی کردی نزد پیکاس چون دادرکان می رفتیم. اکنون تو را چنان شکنجه می دهم که چنان بازی می کنم که عقلت به سرت آید. بس بودگیست برادران، چکار میکنید آخر؟ مرا در اینجا چرا نگاه میدارید؟ آمده ایستاده است. آه واه واه، خوشروی خوشرویان. ها ها ها. نوربانو جان، اینقدر زیبا هستی. اوه اوه اوه، خیلی زیبا، خیلی زیبا. برای صاحب ملک شدن جان چند بیگناه را سوزانده آقای سینا. شما ایستد، من نگاه میکنم. مایلش جانم، چی خیلی شدم؟
ای نجیب باز چرا آمدی؟ من شعر تو رو دیدنی نآمدم. من تنها دخترم رو میخواهم. لیکن او تو رو نمیخواهد. حالا هم نفهمیدی؟ رفت از اینجا وگرنه پلیس جیغ میزنم. فراموش کردی؟ پلیس منم. جغزم بینم. مایلش انتظار شوم اینجا. خانه نداره. اینجا رو ببین. گفته استادم حرام هم قیمت و هم اخلاص. اپا راستش رو بگویی زیبی دست؟ راستش رو گویم زیبای شم خودت میشوی. مراد برای تو سخته سخته میگردد. چی شد جانکم؟ دعوتون رو خیره کردن نمیخواهم. نوربانو دخترم نجیب آمده است. نجیب آمده است؟ اگر مرا مجبور برد اپای ارزو من چیکار میکنم؟ پروانه کن جانکم. تو 18 سالگی رو گذشته ای. موافق قانون مجبور برده نمیتواند. فهم که چی میخواسته باشد؟ مایلش. آرزو تو اینجا انتظار شو. نوربانو رفتیم. خانه میرویم. دادا من نمیروم شما روید. خانه میرویم گفتم. دادرت انتظار است. من هم گفتم که نمیروم. نوربانویم سلطانم مرا زیغ نکن. بیا خانه رویم. دادا چیکار میکنید نمیدونم. مرا فراموش کنید. من دیگر با شما نمیروم. 18 ساله شدم. هر کاری که خواهم میکنم. از این پس دیگر در خونه بابایم زندگی میکنم. این خیلی مگو دختر. بیا صحبت میکنیم. دادا دستم را سر دهید. من با شما نمیروم. عادت کنید. من در نزد بابایم زندگی میکنم. شما نوربانو گفتنی دختر ندارید. استاد به شما یک سوالی دارم. ریسک فقیر و دار از یکدیگر چه فرق دارد؟ این را از دختر خودت پرس. نه خود من هم کلان شده آدمی بد شوم. اجازت بدهم که با بهار دوگانه شوی. یعنی شما از خانه گریختی؟ من نمیروم. من در نزد بهار میمونم. تو رو از زینب جدا نمیکنم بهار. سخت ترسیدم امک جان. шифоёбии эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65-ум, кӯчаи фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری 3 سالی. روغن تازه 3 سالی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته صفت بلند غذاناکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچار می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری یک لوح و چکنه 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01. روغن برکت در خانه هم آسانی میبخشد. روغن برکت برکتی دسترخوانی ما به شما.